از تقدیمات شهلا سیف‌الدین‌آور. میبینم که چیزی رو از من پنهان میکنی. از کجا فهمیدی؟ همیشه با سویم گه نگاه میکنی اما خاموشی. میدونی من یک دختر رو خیلی سخت دوست داشتم. هر باری که از او دور میشوم دلم برای یک بار دیدنش برمیکشد. او هم تو رو دوست میدارد؟ نمیدونم اما خیلی میخواستم که مرا هم دوست داشته باشد. وقتی خداوند زن رو میآفرید خیلی طول کشید. فرشته ها آمدن و به خداوند گفتن چرا آفرینش این موجودات اینقدر طول میکشد؟ خدا گفت باید بیشتر از 20 حرکت رو برایش خلق کنم تا بتواند از همه گونه غذا استفاده کند. وقتی بیمار می شود خودش را درمان بکند، بتواند روز 18 ساعت بدون منت کار کند، همزمان 2 بچه را در آغوش بگیرد و محبتشان بدهد. زن می تواند با یک بوسه از زانوی زخمی تا قلب شکسته را شفا بدهد. فرشته ها گفتند این که خیلی لطیف و نازک است. خدا گفت ولی من قوی آفریدمش. نمی توانید تصور کنید که چه چیزهایی را می تواند تحمل کند. خدا گفت من براش اشک طراحی کردم. اشک یک زن غمهاش، تنهاییهاش، رنج، عشقش و غرورش را نشان می دهد. من یک موجود غیر عادی به اسم مادر خلق کردم. بهترین ترانه قصه ها در پرتر شهلا سیف‌الدین‌آور.